آفرین. موفقیت ها بود. شده سال تامه مثل ستاره شده سال هر لحظه اشاره. سلام علیکم، احوال شما؟ خیلی خوش اومدید به چنل شادوسا. من امروز برگشتم با یه ویدئوی متفاوت دیگه. آیسا دخترمه منه، دومین ویدئومونه با هم داریم میگیریم. امروز اومده که با هم دیگه یه چیزای عالی اوف درست کنیم. شاید بتونید حدس بزنید که چی میخوایم درست کنیم، اما توضیحات رو به همکار عزیزم میسپارم. بفرمایید. سلام، امروز اومدیم با هم دیگه یه دوکبوکی مامان درست بکنیم و آره دیگه فقط گرم نزنیم بهش. باید میدونم چشم نمیخوره ولی ببینیم چی میشه دیگه. رسیپی های دوکبوکی توی اینترنت خیلی متفاوته، یعنی هیچ کدوم یه چیز مشخصی نداشتن. ما هم دیگه تصمیم گرفتیم که حالا چیزی که منطقی تر بود و استفاده بکنیم. یکیش آرد برنج گلوتینوس، یکی هم نشاسته ذرت که باعث اون حالت بافت پاستیلی طور دوکبوکی میشه. خیلی خوب، بریم که شروع بکنیم. آماده این؟ اینجوری بکنیم. یه برنامه 3 من الان آشپزم، آیسا کمک آشپز و فیلمبردار پشت صحنه. فیلمبردار پشت صحنه که در گوشه تصویر هم دارید مشاهدهش میکنید، اینجا هم دارید منو مشاهده میکنید. اوکی. سایه با دستاش جادو میکنه، یه یوتیوبر خفن که همه میدونه که پاپ رو ول کرد، آشپزی شروع شد، دو کبوکی کرهای همه چی آروم شد. آیسا کنارشه، خنده ها تو فضا، بوی غذا پیچید مثل یه رویا. دا کبوکی یام همه میگن عالی، طعمش مثل خورشید توی شب خالی. سایه و آیسا یه تیم بی نظیر، یه لقمه از عشق توی یه دیگه پیر. مفادو میریزه حسشو نریه، رنگا تو قابلمه مثل یه نقاشیه، با عشقم میزنه راز طعمشینه، هر کی چشیده میگه دل نشینه. بابا میرفتن توی دیگه کوچیک، سایه و آیسا یه جشن تو آشپزخونشی، بوی تند و شیرین توی هوا پره، هر لقمه یه سفر تا قلب کوره. با کبوکی یا همه میگن عالی. تا آیسا داره خمیر رو ورز میده، یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک هم بکنید، هر دوستاتونم بفرست. یه لقمه از عشق توی یه دیگه پیر. این خمیر، این از خمیر بیا بازی کنیم. ما اینو میذاریم نیم ساعت استراحت بکنه و بعد از نیم ساعت میایم که ورزش بدیم و اینطوری انقدیش بکنیم و فلان و باقی ماجرا. پارچه صورتی ادایی میندازیم روش که نور نخونه. خوش تشه حالا بره نیم ساعت استراحت کنه بیاد تا 3 بشمارید. ما اومدیم 3 2 1. نیم ساعت گذشت. نگاش کن به همچین خمیری دست هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. حس میکنم فقط استراحت کرده. میدونی زیاد ورزش دادیم یکم خسته شده بود. اینو الان ما باز باید یکم ورزش بدیم و به 4 قسمت تقسیم بکنیم و بعد باید به استوانه های یک اندازه تقسیمش بکنیم.
بریم که این کار بکنیم. من قبلش برم آب جوش بذارم برای پختنش و همینطور آب یخ تهیه بکنم برای بعد پختنش. پیچید مثل یه رویا دکم و کیام همه میگن عالی طعمش مثل خورشید توی شب خالی سایه و آیسای تیم بی نظیر یه لقمه ازش توی یه دیگه پیر موادو میریزه حسش هنریه رنگا تو قابلمه مثل یه نقاشیه با عشقم میزنه راز تمشینه هرکی چشیده میگه دل نشینه بابا میرخصن. من اولین بارم بود که دوک بوکی میخواستم بخورم و واقعا خیلی خوشمزه بود. خدای خالی هم میتونم بخورم بدون هیچ سوسی. قابلیت اینه داره بشین اینا خالی بخوره. آره دقیقا. خب تجربه‌ای که منم داشتم بچه‌ها اولین باری که رفتم خوردم طعم دوک بوکیش دقیقا یه همچین چیزی بود و بافتش هم همین بود. تجربه دومم که ویدیوش هم هست توی کانال دوک بوکیش وحشتناک بود و قشنگ معلوم بود که با آرد برنج معمولی پخته بودن شده بود شبیه بربری. دقیقا حتی به منم گفت. آره بعد خیلی بافتش افتضاح بود. از اون موقع من آرد برنج گلوتینوس گرفته بودم که امتحان بکنم حالا فرصت نشده بود ولی این سری دیگه قسمت شد به آیسا درست بکنیم که نتیجهش هم فوق‌العاده بود. عالی. حالا الانم بریم سسش رو درست بکنیم و نودل کنارش رو. آره بریم بیایم برای سسش. بریم بیایم. با دلش یه آتیش دیگه فقط واکنش نیست یه خوراکی تو شیش آیسا کنارشه خنده ها توی قاب دو کبوکی کلای هنر از دل خواب یا عجب مزهای تو قابلمه جادو شد های سایه میگه نگاه کن به این دو کبوکی عشق آشپزخونه میخوام یکم طعمش رو بچشم ببینم که اگر نیاز به نمک یا چاشنی دیگه ای داره اضافه بکنم ولی حس میکنم که نیاز نداره. اوف چه رنگی داره نگاه. دوست دارم از قیافش فیلم بگیرم ببینم چه ریاکشنی قرار نشون بده. خیلی خوشمزه. جدی میگم خیلی خوشمزه. عطرش پیچیده تا آخر دنیا هر لقمه یه رویا تو دل میشه. خوشگل ترین چیزیه که تا حالا دیدم. شاید باورتون نشه. هم خوشگله هم خوشبوه. خب من اینو شستم بدم یکم امتحان کنی فیلم بردارم ریاکشن فیلم بردارم بگیریم. خیلی خوشمزه است در عین حال که خیلی تنده خیلی خوشمزه است. ببین چی پختم برات. اصلا تندیش در کنار خوشمزگیش هیچه. اوه خیلی خوشمزه بود. کم کردم. اینو گذاشتیم که آماده بشه تا یه 10 دقیقه دیگه فکر کنم میاریم که تستش بکنیم. خب بچه‌ها اینم از نتیجه کار. رخ کار هم که مشاهده میکنید به همین جذابی و رضایت بخش زیبایی و مامانی و پاستیلی و آره خلاصه که خیلی چیز جذابی در اومد و اصلا انتظارشو نداشتم ولی خیلی خوب شد.
بریم تست بکنیم غذا رو ببینیم اصلا طعمش الان چجوری شد. حس میکنم خیلی تند نشده باشه ولی اون سس فلفل کره‌ای بکنم کارو جمع کرد. واقعا خوشمزه است. خدای خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه. آیسا گفت این عالیه حرف نداره. اصلا اون بافت پاستیلیش یه طرف، اون تندی شیرینش یه طرف، اون خوشمزگیش هم یه طرف. واقعا خوبه. واقعا عالی شده. حتی از بازاریاش هم خوشمزه تره به نظرم. بافتش حتی از بازاریا قشنگ تره. خب یه دقیقه بایشتیم. ماما امتحان کن ببین چه مزه‌ایه. عالیه. دادم مامانم تست کرد ببینیم نظرش چیه. مامان نظر چیه؟ نوش جون. بچه تاییدیه رو گرفتیم دیگه حله. دیگه رفتیم مرحله نهایی. خوشمزه است واقعا. تندیش میدونستی سس انار شیرینم زدم توش؟ آره یکم طعمزه شیرینی هم داره ولی خیلی خوب شد. دممون گرم. دست و پاچمون برد. جای تک تکتون خالی. واقعا جای تک تکتون خالی باشه. خیلی خوشمزه شد اصلا. من که فقط دارم دوک بوکیاشو جدا میکنم اونا رو میخورم. نودلش هم خیلی خوشمزه شد چون سسش خیلی جذاب شد به نظرم. میتونست یکم آبدارتر باشه سسش ولی من مشغول ظرف شستن شدم فراموش کردم و وقتی هم زدیم که سسش کلا جمع شده بود داشت میچسبید تا مایتابه. وگرنه که اینو خیلی ها نمیذارن اصلا غلیظ بشه آبدار برمیداره. نگاه کن توشو چقدر گوگلی مگولیه. شما هم نگاه کنید خیلی نمکه. گوش خب بچه ها اینم از ولاگ آشپزی امروزمون. آشپزی بود واقعا خیلی هم خوش گذشت. یه تجربه جالب و جدیدی بود که چون نتیجهش هم خیلی خوب در اومد خیلی به من خوش گذشت. به من واقعا خیلی خوش گذشت. اصلا حالا مثلا با اون تجربه و ایناش کار ندارم، با اون طعم خوشایند آخرش و اون بویی که خودمونو کشتیم تا به غذاش برسیم واقعا خیلی خوشایند و خوشمزه بود. من واقعا راضی بودم. خداش. بچه مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. حتما ویدیو رو لایک بکنید، کامنت هم برامون بذارید. اگر هنوز کانال رو ساب نکردین حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال بکنید که اگه پست جدید گذاشتم اول از همش به شما اطلاع بده. و همین دیگه تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار. خدافظ. آشپزی هم شد یه کشن تازه، این دوتا ستاره شدن ادامه سازه. و جیکارهای آتیش بازی تو قابلمه